سلام به تمام دوستان و همراهان چنل عزیزی سایب. دوستان به ویژه گزارشی از ولسوالی رباط سنگی مربوط به ولایت هرات خوش آمدید. شما در این گزارش از خلاصه از فینال بازی انصاری رباط سنگی اولیا و امید رباط سنگی تماشا می‌پردازیم. دوستان برای حمایت از ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب و کلید زنگوله و در ضمن لایک و کامنت یادتون نره. در ادامه با ما همراه باشید. حالا خوبه؟ بخیریم، سلامتین، صحتمندین، تخشاله. شکر خدا. یک معرفی داشته باشید. با میشل الله از ولایت ولسوالی رباط سنگی. بخیر صحیح. دوست ما طرفدار کدوم تیمه؟ انصاری رباط سنگی رباط سنگی اولی بالا جان. صحیح دیگه. از بازی فعلا چی داره؟ والله بازی از نظر شخصی خودم خوب پیش میره، مثلا مساویانه، هم امید خوبه هم انصاری، ولی از نظر شخصی خودم به خصوص چون طرفدار انصاری هستم ولی بازی خوبتر انصاری بهتره. خب صحیح دیگه. موفق باشید. بخیر باشه. خب دوستان در ادامه با ما باشید. اینجا نفر دیگه ما میبینیم. سلام. و علیکم السلام. خوبی لالا؟ بخیر، امتیار هستی؟ شکر خدا. معرفی داشته باشید. به نام خدا گل احمد عظیمی هستم، یکی از باشندگان ولسوالی کشک رباط سنگی. گل احمد جان طرفدار کدوم تیمی؟ تیم امید رباط سنگی. امید رباط سنگی. بیشک چی رقم بازیکن‌های تیم امید راضی هستیم از بازی اینا؟ انشالله که رسیم، پیش بینی هم بکردیم بازی 1-0 به نفع امیده. بخیر دوست عزیز ما پیش بینی هم بکرده. خب صحیح، تشکر. چی جایزه میدیم برو؟ جایزه میدیم. جایزه باز بعد پشت صحنه. خیر بینیم. بخیر باشه. خب دوستان بازی همونطور که میبینیم خیلی خوب فعلا طرفدار هم طبق گفته ها تماشاچی ها هر دو نفر با هم خوب بازی میکنم. بعد از بازی حالا نکته مهم اخلاقه که هر دو تیم بازیکن ها با اخلاقی هستن. خب در ادامه با ما همراه باشید. برای حمایت از برنامه‌های ما ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب نموده بعد زنگوله را فشار دهید. خب دوستا بازی همچنان ادامه داره. سلام علیکم برادر. سنگ لالا شجور بخیر. و پختو ابو باید داور. الحمدلله تو سنگ ورور جوری. شکریات قربان دستم شخواه. سمده. تو کم یا تیم طرفداری؟ زد انصاری طرفداریم فعلا. انصاری خود سمده دیگه. انصاری بس بازی سنگ تیرسو. والله بازی داده غیر خصوصا سی خود تلاش و کوشش کی ادوار تیمونه فعلا موفقیتانه مخلط زی بازی. سمده خیر رسی ورور. دختر فهمه. بخیر. خب دوستا در ادامه با ما همراه باشید.
دوستان بازی بسیار جذاب بود و در طول تایم 90 دقیقه بازی مساویانه پیش رفت، ولی به مرحله پنالتی ها انصاری مغلوب و امید رباطسنگی پیروز میدان شد. و حالا هم ازدحام میبینید دوستا، لحظه دادن جایزه های کاپ ها برای قهرمان و تیم دوم انصاری رباطسنگی اولیا می باشد. در ادامه با ما همراه باشید. برای حمایت از برنامه‌های ما ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب نموده بعد زنگوله را فشار دهید.